کارشناس ورزیده تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی راجبی میرزو در صفحه فیسبوکش اعلام کرده است تا زمانی نامعین حرفی برای گفتن ندارد. متن نوشته او چنین است: اخیراً خلاصه کردم که دیگر برای رسانه‌ها و مطبوعات نظر اظهار نکنم. نه سر ترس از کسی ندارم، کسی هم خواهش را طلب نکرده، کسی فشارم نآورده است. دلیلش یک است و مشخص: دیگر حرفی برای گفتن نمانده. پس از اعلان نتیجه های اولیه انتخابات اخیر پارلمانی زود گفتم که ما را یک تغییرات علاوه ها به کنستیتوسیا تهدید می کند. نشد. نگفتم که ماده 28 قانون اساسی عوض می شود، نمی شود. آید به شیوه‌های احتمالی انتقال قدرت اظهار نکرده بودم. نزدیک آمدیم. در مورد قانون پیشوای ملت همه چی را نگفتم. حالا تخمین میکنم که تاجیکستان را یک انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی هم انتظار است. نه، من فالبین نیستم. فقط اینکه حوادث یک کشور کوچک را که تقریبا همه ظرفیت‌های نیروهای اجتماعیش را خیلی خوب میدانم، قدم به قدم فرضیه نزدن را تنها آدم کاهل یا بی‌عقل نمیتواند. پس مادام همه چی مثل روز روشن است، چیز دیگری گفتن بی‌معنی‌گری است. شاید گاه برای مطبوعات مطالب نویسم، اما برای چند مدت تا زمانی که چیزی برای گفتن و تحلیل پیدا نشود خاموشی بهتر است. اعلان خاموشی رجب در حالی است که اکثر کارشناسان دیگری تاجیک هم از گفتن زبان بستند. سیمیدین دوستف، تحلیلگر و کارشناس هم از نوروز به این طرف خاموش است.